امروز داخل این ویدیو دوباره واسه قایم موشک، اما این بار با حیوانات مختلف داریم. هر حیوان قیمتش متفاوته، یعنی این 100,000 تومنه، این 200,000 تومنه، این 50,000 تومنه و این 10,000 تومنه. رادین هر کدومه که پیدا بکنه برنده همین قیمت میشه و به حسابش پرداخت میشه. وای میره به حساب بچه‌ها، انتقال داده میشه به حسابش. چی میگم الان من؟ لطفاً به انش هم نیست، من دارم واسه زحمت میکشم. سابسکرایب و لایکتون نره، بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. میرم اینا رو قایم میکنم. همه قبول نمیدونین دیگه، فقط با اینا رو پیدا کنی. هر کدوم قیمت متفاوتی داره باشه، قیمت ها واقعا پرداخت میشه. ولی رادین چشم ببند، چشم ببند. من میرم این تو این فضای سبز که واقعا الان هوا گرمه، یعنی 30 درجه به بالاست، خیلی گرمه. فکر کنم زود میشه. حالا گوشم همین الان داغ کرده بود. رادین چشمتو ببند، اما مردونه ها. من میرم. نه اینجا فقط با آخری این از همه‌شون گرون‌تره و از همه‌شون هم جذاب‌تره. اگرم برنده بشه اینم بهش میدیم، مجبوریم. این خیلی گرونه، واقعا قیمت 100,000 تومانه. حالا 100,000 تومان هم بهش میدیم. وای ضرر خالص. این باز نمیشه؟ باز میشه. باز نمیشه. نه فقط تا 20 بشمر. مانی بالا بزن. اصلا نمیفهم. اون درخت کاجی که برو به لسون دود است. شادی اومدم. بیاره اول اینجا هست بزن، هر جایی دلت میخواد. کل چمن قایم کردم، حتی بیرون از چمنم قایم کردم. یه چیز اومد کناره. احساس کردم. احساس انی. راهنمایی نه راهنمایی کی؟ فقط یه راهنمای ساده به. الان راهنمایی دارم میکنم. من وایسادم الان تو شوکم چون از کنارش رد شد. از کنارش واقعا میگم. بچه با این آفتاب من این ویدیو بگیریم و اصلا مغزم داره میتره. کنم کنار درخت هست. شاید یه راهنمایی خیلی میگم ببینیم حالا بگرد و پیدا کن. حرام رادی، یعنی کوری تو کامل تو این ویدیو نشون دادی. به خدا میگم، به خدا کوریشو نشون داد. اصلا خیلی کوری. اینو بهت میگم یه دکتر برو. وای دیگه راهنمایی از این بیشتر غلط کرد. نشونش بده. نه وایس نشون نده. اصلا عجب کوری بود. وای 100,000 تومان از همین الان میره به جیبه، به اضافه این فیگورم. مانی بدبخت شد. چرا راهنمایی کردی؟ دیگه غلط کرد. راهنمایی رو بکنم. اگه راهنمایی بیا برو برام بخور و راهنمایی یه راهنمایی میکنم. اینجا نیست، به جون مادرم. مانی میگم اون درخت هم جای خوبی بوده. رادین یه راهنمایی بهت میکنم، ولی بچه آخرین راهنمایی است. 3 تا مونده، درسته؟ یکیش که بالاست، خیلی بالا نه، تو همین مورد. 2 تا بعدی پایینه. از جایی که بلند شدی اونجا. اینو بهت قول. اولی رو که پیدا کرد 100 تومن که فعلا زدیم به جیب. بس مانی دیگه بدبخت میشه. وای زمان ویدیو مهمه. ویدیو کات میشه تا وقتی که رادین ببینیم پیدا میکنه. وای ببینیم پیدا میکنه یا نه.
فکر نکنم که پیدا بکنه فعلا. بچه ها رادین از کنار رسوزی زیر لاستیک ماشین. بچه ها الان تو ویدیو زوم میکنم، یکیش که اینجا بود، یکیش هم که اونجا بود، یکیش هم که اونجا بود. همه رو بهش گفتم. میگم بچه راهنمایی میکنم. من میخوام زمانش خیلی بلند نباشه ویدیو. آپلود سخته ای که نریم 5 دقیقه است که گذشته رادین هیچ چیزی پیدا نکرده. هنوز ویدیو کتی هیچ نمیدونم، همین جوری داره میگرده. پیدا نمیکنه. از کنار رد میشه، کنار لاستیک ماشین از کنار رد میشه. رادین اینم از راهنمایی آوردم کجا؟ همینجاست. حالا پایینتر مانی بیاد اینم گفتم. من که نگفتم، به خدا نگفتم. هیچ بچه ها بالای سر من نشون نده. آرم بالای سر من نشون. زود باش بیا زود باش. چقدر نازنی. وای بچه ببینی چی پیدا کردیم اینجا. همینو ببر 100 تومن ببر. بگیر ببر. مانی یکیشو یعنی خیلی نزدیکی ها. نه. خیلی نزدیکی. وای اینجاست. از این راهنمایی از این بهتر بچه. خیلی کوره. آره بالا بیا کنار سایه. وای پرام پیدا نمیشه. بریم الان میفهمه. فوسفولی رادین. یا آهنگی میخونم باشه، یه رپ. تو رپ یه کلمه از در بیار اونجاست. ای رادین نگاه نمیکنه از بالا دیوار، از بالا پایین، از بالا دیوار گذاشتم بالا دیواره، اما نگاه نمیکنی کلاه کی. جدی میفهمی؟ رادینو بگیر. اینجا نبود. فوسفولی کوریه. این بهتری راهنمایی نبود جون مادرت. به خدا بچه به خدا میگم اینم رادین پیدا نمیکرد اگه من راهنمایی نمیکردم. اینم 100 تومن. برو خودت بگرد دوتای بعدی رو پیدا کن چون به راهنمایی نمیکنم. نگاه رادین این که 100,000 تومان میارزه. هنوز تمساحه مونده که 200,000 تومانه. این 100,000 تومان میارزه. این چند گفتیم؟ این 10,000 تومان. این 10,000 نه یه قیمت تو بگو. 50 بود. 50 150,000 تومان تو الان پیدا کردی. بتونی تمساحه رو پیدا کنی میشه 350,000 تومان. و اگرم مرغ کوچیک‌تر هم پیدا بکنه که 360 درجه میچرخه. ویدیو رو کات کن میگه ولش کن. رادین یک دونه بهت میگم اگه میخوای تسلیم بشی تسلیم میشی واقعا. یعنی 150,000 تومان میبری. 150,000 تومان تقدیم به تو. همین الان بهت میدم 150,000 تومان. بیا بهت بگم کجا بودن. بیا بهت بگم کوری میبارد از اگه پیدا کردی اینجا کوری دیگه میگم. اینو دیگه به سمت بالا بروی دیدی عجب تمساحی. همینجا بودی. 200 تومن خدا رو شکر از 10,000 تومن کاش اون آسون بود. وای اینا رو بده. 150 تومن رو که بردیم. 150 به اضافه این دوتا فیگور رو بردی و 150,000 تومن بریم بهش بدیم. دمتون گرم. خدا